بچه‌ها خانم آنگلا مرکل رو هممون میشناسیم و منم خیلی دوستش دارم به عنوان یک زن قدرتمند و شخصیت سیاسی مورد علاقمه. و همتون میدونید که زمانی که حالا ایشون نخست وزیر بود، مرزهای آلمان رو باز کرد، تعداد بسیار زیادی پناهجوی افغانستانی و سوریه وارد کشور شد. چیزی که تو ذهن همه ما هست اینه که مبنای این کار ایشون بر مبنای اخلاق و حقوق بشر و بحث‌های اینچنینی بوده، ولی اخیراً داشتم تحلیلی میخوندم مبنی بر اینکه ایشون آلمان رو، درهای آلمان رو به روی پناهجوها باز کرده از روی دوست داشتن و اخلاق و اینها نبوده. در واقع چون اکثر افرادی که مهاجرت میکنن مردهای جوان توی سن کار هستن که غالبا مجرد هم هستن، اینا نیروی کار غیر ماهری هستن که میتونن با قیمت‌های پایین توی حداقل دستمزد بیان و اقتصاد آلمان رو بچرخونن. بنابراین بحث اخلاق و حقوق بشر نبوده، بحث پول و بحث‌های اقتصادی و اقتصاد آلمان و اکونومی و اینها بوده. این جالب بود گفتم به شما هم بگم. و جالب بدونید مثلا به ازای هر یه دونه ماشین شاید مثلا 10 تا کارگر نیاز باشه، شاید به ازای هر یه دونه مهندس، هر یه نیروی کار خیلی ماهر، مثلا به ازای هر مدیر عامل شاید 100 تا نیروی غیر ماهر ما نیاز داشته باشیم. حالا این نسبتی که عرض میکنم خدمت شما بسته به صنعت، بسته به اون چی میگن کارخونه ممکن متفاوت باشه. خب مدل کارخونه، مدل تولید باید متفاوت باشه، ولی در واقع این همه نیروی کار غیر ماهری که وارد آلمان شد در واقع یک فشار بود، یک اهرم فشاری بود برای اینکه حداقل دستمزدها افزایش پیدا نکنه و اقتصاد آلمان با کمبود نیروی کار مواجه نشه. خلاصه که سیاست خیلی پیچیده است، خیلی